سوالی دیگر کردن، گفتن میگن حضرت ابراهیم در 120 سالگیش صاحب فرزند شده است. برادرای عزیز، در سوره هود میگه، الله مهربان میگه که اینجا از آیت 69 سوره هود برادر عزیز تا آیت گویم که 73، از 69 تا 73 سوره هود شما اگر بینین اینجا آمده است که ولقد جاء رسولنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. میگه الله مهربان فرشتگانی را روان کرد تا ابراهیم بشارت دهند به فرزند و اونها آمدن. میگه و حضرت ابراهیم میگه یک گوساله را میگه ذبح کرد و در پیشان گذاشت. اگه احترام مهمان واجبه کو. فلما رأى ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفة قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. بعد میگه وقتی حضرت ابراهیم گوساله را که مان پخته آورد گوشته، میگه مهمان ها دستشون دراز نکردن. حضرت ابراهیم ترسید که اینها شاید مهمان نباشن. یک قاعده بود که نفر اگر خانت بیا و خوراک در پیش مانی، وقتی که نخورد معنوش یگون زیان ضرر رساندن است. حضرت ابراهیم میگه یک ترس فراش گرفت. اینا وقتی احساس کردن که ابراهیم ترسید، گفتن که لا تخاف انا ارسلنا الى قوم لوط. گفت ما ملائکه های هستیم که الله ما را فرستاد و به تو بشارتی به فرزند میتیمو، ولی برای قوم لوط آمدگی. یعنی قوم لوط شما میدونید که لیواتگری میکردن، بچه بازی میکردن. اونها را مقصد الله مهربان امر کرد که همو قوم به یک جایگی نابود کن. گفت ما هم اونها هستیم، به همین خاطر خوراک تر میخوریم، یکی از ما نترس. و بشارتی به فرزند دادنش. و امرأته قائمة فضحكت فبشرناه باسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. گفتن الله مهربان به تو فرزند میدهد، نام او اسحاق و از پشت اسحاق الله مهربان باز حضرت یعقوب را پدر یوسف مقصد به دنیا میاره. میگه وقتی این سخن از دهان ملائکه ها که زن حضرت ابراهیم میگه اونجا قائمه بود، راست بود، پشت پرده بود میشینید، میگه فضحکت، خندش گرفت. زیرا مفسران میگن که ابراهیم در همین زمان 120 ساله بود و حضرت سارای زنش 90 ساله بود. ببینید ولی در سوره مریم هم آیت 7 و 8 ببینید خداوند حضرت زکریا را پیغمبر با فرزندش یحیی بشارت میده. همونجا در مفسران میگن حضرت زکریا 120 ساله بود و زنش 98 ساله بود. یعنی برادرای عزیز، بعد ببینید چی میگه. قالت یا ویلتا اعلید و انا عجوز. میگه زن حضرت ابراهیم چی گفت؟ گفت عجیب، گفتی وای به حال ما. گفت من تولد میکنم، آخه گفت من پیران سال شدم. مقصد دیگر در من یکان قوت و توانایی نمان، دیگر در یک سال عمر ناامیدی قرار دارم. و هذا بعل شیخا این هذا لشیء عظیم. عجیب. گفتی حضرت ابراهیم هم یک آدمی کهن سال پیران سال، من هم یک کمپیرک پیران سال. یک عجیب، یک چیز عجیبه. بعد فرشته ها چی گفتن؟ قالوا اتعجبین من امر الله.
رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. گفتن در کار الله مهربان تعجب میکنیم. شما میدونید که این برای الله مهربان بسیار آسانه، هیچ یگان مشکلاتی نداره که نزد پروردگار کاری آسانه. مثلا همو در شیخ عطار میگفت که بی پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مهد گویا او کند، مرده 100 ساله را حی میکند، این بجز حق دیگری کی میکند، از زمین خشک رویاند گیاه، آسمان را به ستون دارد نگاه. او یک الله هست که شما گفت در بزرگی همه الله مهربان تعجب میکنین، یعنی در نزد خدا آسانه ای کار. ولی زمان حضرت زکریا هم تعجب کرد. بعد الله گفتش که آلی خودت نبودیم و پیدات کردیم، آیا از مقصد شما که یک انسانی تیارین ای شما با فرزند آوردن برای من مشکل گفت. برای همین بله برادر، حضرت ابراهیم 120 ساله بودن، حضرت سارا که دائم در خودش آرزوی فرزند بودن، زیرا از خانم دیگریش بی هاجر حضرت ابراهیم بچه داشتن به نام اسماعیل. برای همین هاجر دائم دعا و خواهش همین بود که صاحب یک فرزند شود. الله دادش حضرت اسحاق. برادر ما خواهش کردن که یک قصه کر، یک آدمی که گوشاش کر بوده است، بعد یک همسایه بیمار داشته است. همون همسایه بیمار برای خبرگیریش مقصد همون قصه را برای ما بیان کن که وای چگونه همون همسایه‌اش رفت خبر گرفت و در اونجا چی گپ شد. این را قصه کر انا از خبرگیری همسایه‌اش میگن. این را جناب حضرت مولانا جلال الدین رومی در مثنویش میارد. میگه یک نفری بود گوشاش کر بود، همسایش بیمار شد. بعد برای خبرگیری همسایش میگه ایستاد یک لحظه و یک چند صحبت و یک چند جوابی را میگه پیشکی آماده کرد. مقصد که اگر روم پیش همسایه خبرگیری، خیر باید من احوال پرسی کنم، از اون مقصد من چند سوالی کنم. وقتی وای جواب میگه من نشنوم، پیشکی این آدمی کر به خودش یک سوال و جواب تیار کرد و بعد همسایش خبرگیری رفت. اگه سوال جوابی تیار کردگیش چی بود؟ گفت وقتی که من اگر رفتم حتما اولین گپی را که من باید به همسایه بیمارم بگم همین است که حالا چخیلی؟ وای حتما مثال چی میگه؟ خیلی میگه الحمدلله حالم خوبه. بعد من میگم که خیلی خدا را شکر. بعد دویم سوالی که از اون میپرسم میگم یگان چیک میخوری؟ مقصد یگان غذا میخوری؟ یگان چیزا که ملایم میخوری؟ خیلی حتما میگه که بله مقصد یگان شربت میخورم یا یگان خوراک ملایم میخورم. خیلی بیمار است. اگه میگه هم خیلی ممکنه می جوابا را گویا. وقتی اینگه پاکی گفت میگه من در برابرش چی میگم؟ میگم نوش جانت شوه. بعد سیام میگم میپرسمش که یگان طبیب آمد، یگان دکتر مقصد خبرگیریت آمد، یگان نسخه که یگان مقصد برای طبابت یگان چه معین کرد یا نکرد؟ خیلی البته چی میگه آخی؟ مقصد میگه که بله مقصد فلان طبیب آوردیم یا مقصد طبیبا آمده دیدستن. من در اینجا مثال میگم که قدمشان مبارک باشه. برادرها ایران یک سیناریا که بگیم همین آدمی بیچاره کرد با خودش یک همین گفتگو و سوال جوابی را تیار کرد.
بعد خانه همسایش آمد. خانه همسایش آمد و یکم سوالش که بود همون سوال بود. گفت همسایه گفت شنیدم بیمار شده، حالو چخیلای، احوالو چخیلای. اکو او جوابی را که این کار تیار کرده بود چی بود؟ گفت که شاید بگه که خیلی الحمدلله حالم خوبه، لیکن بیماری جواب نداد. بیمار جواب داد که حالم بده. گفت حالم بسیار بده. گفت بسیار رنج میکشم، بسیار خودم بد حس میکنم. این کار فکر کرد که میگه که خیلی الحمدلله خوب. گفت خیلی خدا را شکر، خدا را شکر. بعد میگه سوالی دیمش پرسید. گفت که یگان غذا میخوری، یگان خوراک میخوری، اشتیا داری؟ از بس که بیمار بسیار آدمی درمند، چیزی خورده نمیتونست. گفت زهر میخورم. خوراکی چی میخورم؟ روزی دراز گفت تمام وجودم میسوزه، خوراک خورده میتونم. گفت زهر میخورم. بعدی کار گفت که خیلی نوشی جان چوه، نوشی جان چوه. او برای که پیشکی جوابای کار همین بود بیچاره. بیمار میگه بسیار در حالت غضب آمد. گفت من میگم که احوالم بده. میگه خدا را شکر. میگم من غذا نمیخورم، آخه زهر خوردم. میگه نوشی جان چوه. این مرا مسخره کردن آمده. بعد سیم سوالش میگه پرسید یگان طبیب میآید، یگان طبیب حال تپرسید، یگان دکتر مراجعت کردی؟ یک بار که غضبناک بود بیمار. گفت گفت عزرائیل آمد. گفت بعد میگه کارگشت. گفت گو همسایه خیلی قدمش مبارک باشه، قدمش مبارک باشه. یک لحظه هست برادر عزیز که همین حالتی آدمایی که یعنی در حالتی کریان و وقتی که نمیشنون بینین مقصد چی معاملای میکنن و این شکرگزاری به این شنوایی ها ما باید ما شما کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله مهربان عاقبت هممون بخیر کند، ایمان ها با سلامت نگه دارد. آن چیزی را که شنیدین الله مهربان توفیق عمل کردنش بر یکایک ما و شما نصیب گرداند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب.